بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلمان زاکری هستم، مدیر دفتر املاک الماس خزر، مازندران، شهرستان نو، بخش چمنستان. به خاطری رو میخوام من براتون تعریف کنم. برمیگرده تو 4 سال پیش ما رفتیم، یعنی آمدیم تو شهر زیبای شما اصفهان. تو سپاهان شهر اصفهان با یه خانومی با یه رستورانی آشنا ما شدیم به نام خانم رجبی، رستوران گیلانه. اتفاقا پیشنهاد میکنم شما تشریف ببرید، خیلی دستپخت بسیار عالی داره، خیلی غذای خوشمزه‌ای داشت، جاتون خالی. بعد ازم به خدمت شما یه چیز جالبی که بود، خوشم اومد الان براتون به اشتراک بذارم. دیدم که فیشایی رو داره میچسبونه به دیوار واسه خیلی از آدمایی که بالاخره دوست دارن غذایی رو تو رستوران بخورن و بضاعت کمی دارن، براشون تعیین میکنه که هر کسی بیاد اونجا نوش جان کنه بره. من از این کارش بسیار خوشحال شدم و استقبال کردم و حرکت کردم. بعد ازم به خدمت شما امروز 10 شهریور 1404 که دوست داشتم به پاس زحمات و اتفاقا به مهمان نوازی ایشون گفتم که فایلایی رو ما داریم تو منطقه چمنستان، زمینایی رو داریم یا ویلاهایی رو داریم که زمینایی بابت سرمایه گذاری ما از 1,500,000 تومان متری داریم به بالا و زمینایی داریم که اگر بخواید مثلا ساخت و ساز بشود یا شهرک سازی بشود از متر 8 میلیون تومان به بالا داخل با سند ارسه پیام که باید بشه. عرضم به خدمتتون ویلاهامونم از 1,800,000 به بالا، اقساط 6 الی 10 تا 12 ماه هم می شود، اما بدون بهره. با 1/3 پیش پرداختم خرید می شود انجام داد. این باشد هدیه ما در این مدت که ما با این رستوران آشنا شدیم. برای شما در خدمت شما هموطنان عزیز، چه اصفهان چه کل ایران ما در خدمت. درود بر شما.